президенти ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در ملاقاتش با رهبر روسیه ولادیمیر پوتین گفت که دو کشور روابط خیلی خوب دارند. امروز در شهر اوساکا ژاپن و ژاپن در حاشیه نشست گروه رهبران 20 کشور بزرگ عالم که با نام 20 گانه بزرگ معروف است، ترامپ و پوتین صحبت دایر نمودند. پوتین گفت صحبت امروزه امکان خوبی ادامه مکالمه می باشد که یک سال پیش در ملاقات اخیر دو رهبر در شهر هلسینکی فنلاندیا آغاز یافته بود. ملاقات روبروی ترامپ و پوتین در هلسینکی بدون شرکت مشاوران پرزیدنت ایالات متحده آمریکا صورت گرفت و بعد آن ترامپ از دادن تفصیلات این صحبت به کنگره ایالات متحده آمریکا خودداری کرده بود. در ملاقات امروزه ترامپ و پوتین مسئله بهبود روابط دو کشور، تحریم‌های ایران و ناآرامی ونزوئلا بحث شده است. ماه نوامبر گذشته در ملاقات 20 گانه بزرگ در آرژانتین که چند روز بعد از جنجال در بحر آزو و بازداشت دو کشتی با ملاحان اوکراینی به انجام رسیده بود، ترامپ از صحبت با پوتین خودداری کرده بود.